نه دیگر نمازی تراویح در مسجدها، نه جمعه و جماعت، نه نماز عید، نه حج، نه عمره، نه حتی با یکدیگر سلام کردن. البته این از ناشکری و معصیت زیاد بندگانش است که قدر این نعمتهای الهی را ندانستند. در مسجد بجای ذکر الله و رسول تعریف و توصیف بندگانش را کردند و زبان را به بهتان و غیبت آلوده ساختند. از دراز تلاوت کردن قرآن کریم در شبهای ماه شریف رمضان در نماز تراویح شکایت کردند و مسجد جستند که امامش زود نماز را ادا می کردگی باشد. حج رفتند و آمدند، باز مردم فریبی و زنا و غیبت و تهمت و بهتان را دوام دادند. نماز عید را ادا کردند و به گفته های امام پروا نکردند. به قدری پدر و مادر و نزدیکان نرسیدند. امروز زنده جدا گشتند. الها تو محتاج عبادت ما بندگانت نیستی، زیرا تو بی نیازی. این ما بندگانت محتاج رحمت و بخشش تو هستیم. الها با آمدن این ماه مبارک که ماه رحمت و مغفرت و آزادی از عذاب جانسوزی جهنم است، ما بندگانت را ببخشا و این وبا را از ما دور گردان. الها امروز همه بندگان تو، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، قائلند که در مقابل خشم و غضب تو بیچاره اند. الها ما را ببخش. الها چنین کن که فرجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.